سلام بچه‌ها، برگشتیم با یه ویدیو جدید با رسمگاتو. بچه‌ها توی این فیلم هم کلش اسکواد میریم با هم که ببینید دست اول که یکی تعقیب شدیم، با خاطر این بود من لازم ویدیو قطع کردم، جای نتم قطع شد کلا اینجا، به خاطر همین یکی شدیم دیگه. معطلتون نمی‌کنم، بریم سراغ ویدیو. همینطور که میبینید خیلی که یارای ما لن الموت بزنش دیگه. آفرین یکی اونا بزن داره ریفش. او چیکار کردی؟ چی تو چیکار؟ یا باگی فکر کنم. آره تو اینی بزن. زدش دیگه. وای حالا تو اینی نیست، هنوز دویچ، هنوز احتمال بردن خیلیه. بریم من اول از همه بینمت میگیرم، خاطری بهترین توفنگ که بهترین توفنگ ها بینمته. خب ببینیم قرار برای شما. خب بچه میگفتم که گفته باشم من این تازه هنوز به یوتیوب اومدم، لطفا این ویدیو من رو لایک کنید، برای دوستاتون بفرستین، سابسکرایب کنید، فالو داشته باشین، زنگوله هم بزنید که هر زمان ویدیو جدیدی یا که قراره به 20 نفرم رسیدیم یه لایو زنده من میذارم. بعدش هم که برای بقیه بفرستین. اگه 100 دنبال کننده برسم یه ماهانه بینتون میذارم و بین کامنت ها قرعه کشی میکنم، اونجا هم یه ماهانه میدم و دیگه خودم میایم همینجا یه فیلم میذارم که کی برنده شده و از این ماجرا. حالا بریم تو ادامه فیلم ها ببینیم. اینجا میبینید که من زدم. خب اینجا هم که اون بالاه اینجا داشتم میزنش که یهو خدا رحمتش کنه افتاد زمین، تمام شد. خب رسم بود. الان من 2-1. یه جا نیزی بزنی سمگه میشه اگه داریم، فکر کنم که از این جدیده. ولی بچه آخر من نفهمیدم کسی میدونی اینو که این کنار بالای HP منن، کنار قدرتم یه چیز آبی، این کی اومده مال چیه؟ کسی میدونه؟ میدونه لطفا تو کامنت ها بگین و بگیم من دیگه کلن. من دیگه اگه ببینم که حمایت زیاد میکنید میرم کاستوم میذارم، کاستوم جایزه دار میذارم و همین کار. خب الان که 2-1. آفرین لعنمود، آفرین. برو بزن یکی آخریه. تمام. نه بزن کیل خور داری نیست، خودم زیادی کیل خوریم. بازی شد 2-1. سکوت میکنم دیگه تا تموم میشه.
خب کجای کار این بازی 3-2 شد که همون اول بازی گفتم هیچ زمان نباید خودمون را چی ببازیم. الان اونجا 2-0 حقه بودیم، ولی با اینکه من رفتم و یارم تکی نمودم، من دست دومیم که با کلت با هم USB بودم که یکی زدم هد کردم. حالا شدیم چند بازی 3-2. بریم آخرین دست رو بزنیم و تموم کنیم این ویدیو. یادتون نره حتما لایک و کامنت و سابسکرایب کنیم منو و ممنون میشم منو به دوستاتونم نشون بدین و همینجور کانال منو دیگه بزنیم ببینیم چند میشه. این مدکیت اینه چیه میزنی؟ نیروزای چیه ماوی؟ قبلا یکم کن نبود یا نه؟ من فکر میکنم قبلا فکر کنم کن بود. حالا تو این نیست به هر حال. اوه برو خدا رو شکر. ایشون رو بزنم تو قدرت علف مدکیت بزن نشد. دید دستم یه لحظه خورد. الان شد. برای پایین الان یارم کیر خودش نکنین که خیلی خوب. ایشا اولیش و آخریش هم بزنم و 3 تیر خود نمودی. حالا تموم شد. خب بچه‌ها تا ویدیوهای بعدی شما رو به خدا میسپارم. پس لایک و سابس و اینا همه انجام بدیم. خدا نگهدار. با تشکر.